خب این نماز است. این نمیشه مستم اولی معلوم بشه خود تا قبل سالای 58 59 این نمی الکین و نمون نقشه این نمی جنگ در برابرش دوره بیا این نیره تصور کنید این چنارای فرقار است ببینید چقدر کلان عکس هاییست که دیگه ندیره هر ماست در پوست است در پوست برنامه باز موتر داریم مسیر چی داشته من مکس دیگه شکلی چی داشته باشد سالهای اول جهاد بوده باشه یعنی چیست هم سال آخر چیست قبل از شهادت است همین یک دندان شد کمک چی پیدا کرد و باز رفت به تاجیکستان برای چیست باز پس آمد میتازم دندان پیدا کرد بازم دکتر کرد بازم باز اینی شاید سالهای 64 63 64 اینی کدام خو از کمردردی داشتن در واقع چرا بیستی نقشه؟ حداقل این که سندیای آقا بود اوایل اسکندراب رفتن سندیای آقا شهید شده بود وقت ما عکس بگیم دوستی هلیکوپتر داشته برو پس برو یه نسبی سر چیز سر دربند است که دریای چیز شمالی اونجا موجود میشه دوستان عزیز، شاعران، نویسندگان، فرهنگیان، مجاهدان، مقاومتگران و مهمانان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا کوشش میکنیم در برنامه‌ای که بیشتر میپردازیم به شعر سخنان را کوتاه و فشرده بگیریم و در آغاز از جلالتمآب محترم دکتر عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی تقاضا میکنیم تا تشریف بیارند و محفل شب شعر امشب را گشایش بفرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صدق الله العظیم. بزرگان گرامی، برادر محترم جناب احمد ضیا مسعود نماینده خاص فوق‌العاده ریاست جمهوری، احمد ولی مسعود رئیس بنیاد مسعود شهید، احمد مسعود یادگار قهرمان ملی شهید جهاد و مقاومت افغانستان، جناب انجینیر صاحب محمد خان، وزرای محترم، وکلای گرامی، سناتور صاحبا، دانشمندان، علما، مجاهدین، جوانان، شعرا و ادبایی که به این مناسبت با قبول زحمت تشریف آوردین و امشب محفل به اطراف اشعار شما و گفته ها و سروده های شما در ارتباط به قهرمان ملی و قهرمانی های مردم افغانستان ترتیب شده. دوستانی که از کشورهای دوست به مناسبت شریک شدن در یادبود از قهرمان ملی عامر صاحب شهید تشریف آوردین، حاضرین گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه ایتان خوش آمدید میگم و ما وقت شما را زیاد نمیگیرم، اما مناسبت امی مجلس میخوایم که خدمت شما داشته باشم. عامر صاحب که باعث یک فرمانده بزرگ، یک فرمانده نامدار، دشمنایش که به همراهش در جنگ بودن اعتراف به
رهبریش، اعتراف به قوت فرماندهیش، به شجاعتش و به کاربرد تکتیک و استراتژیش داشتن، او یک جنبه زندگی عامر صاحب بود و شخصیت عامر صاحب بود. البته ایمانش به خدا و خداشناسی و مردم دوستی اساس زندگیش تشکیل میداد. در این محفل هم که میبینیم دوستای از عامر صاحب حضور به هم رساندن که شاید به همراهش دیدار نداشتن اما عشق و علاقه داشتن، شاید در کشورهای دور زندگی میکردن اما شنیده بودن و یک علاقمندی داشتن و ما خدمت همه رسیده نتانستیم. انشاءالله کوشش میکنیم که با همه یک حداقل دور هر میز یک بار به احترام قدم های مبارکتان بیاییم و خوش آمدید بگوییم همه شما را. و از هر گوشه افغانستان شما در اینجا شخصیت ها میبینین. پس در پهلوی همه چیز روحی ملی که عامر صاحب از او برخوردار بود، این هم یکی از خصایل بسیار عمده و اساسیش بود. سر اوضاع روز هم صحبت نمی کنیم، سر جریانات سیاسی هم بحث نمی کنیم که گپ به درازا می کشه. سر می جنبه که امروز چطور شب شیر براه انداخته شده، همه ساله بنیاد عامر صاحب شهید ابتکار داشته. در این راستا ای بار خواستیم که ما لحظات در خدمت همه شما بزرگوارا باشیم و قرار داشته باشیم. یکی ایست که احساس مردم ما در اشعار ای شاعرها و ای بزرگان ادب انعکاس یافته، درباره جهاد، درباره مقاومت، درباره آرمان عامر صاحب شهید. اگر عامر صاحب یک فرد می بود، وقتی که چشم کس از دنیا بسته شد او فرد دیگه میره و آخرت است که به انتظارش است. اما وقتی کسی با آرمان زندگی میکنه و خود وقف میکنه، زندگیش به اینجا پایان نمیافته. تجربه زنده بودن و نفس کشیدن یک مرحله از زندگیش است. ما همونطوری که شاعر فارسی زبان حافظ گفته، هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و در آیت کریمه که تلاوت شد، او کسایی که در راه خدا جان خود میتن اونا زنده محسوب میشن، اونا را کشته شما حساب نکنین. و عامر صاحب شهید مصداق همو بیت دیگه شاعر است که گفته است از حساب دو چشم یک تن کم، یعنی وقتی که با دو چشم حساب کنی یک نفر کم شده و شمار خرد هزاران بیش. یک آدم بود اما بیشتر از هزاران بود. چرا؟ یک ملت رهبری کرده بود و یک ملت در راه درست رهبری کرده بود. رهبرایی هستند که مردم به گمراهی کشاندن، اما او با ایمان به خداوند و با اعتقاد به مردم و با آزادی و با حقوق انسان و حقوق زن و مردی کشور و برای عزت مردم زندگی خود وقف کرد و ملت رهبری کرد در دشوارترین حالتها. در زمان جهاد که در هر گوشه افغانستان جهاد صورت گرفت، کارنامه عامر صاحب رخشندگی خود برای زندگی خود داشت. اما ملت افغانستان یک ملت مجاهد بوده. در دورترین نقاط افغانستان از همه اقوام، از همه مردم افغانستان در جهاد سهم گرفتن و یک افتخار ابدی است که نصیب مردم افغانستان شد. و امروز هر قضاوتی که در مورد او دوره ها صورت بگیره، همه ما میدانیم انشالله این چراغی است که ایزد برافروخته. این به امر خدای جهاد صورت گرفته، مهاجرت صورت گرفته و یک افتخار است که مردم افغانستان در او شریک بودند. این افتخار کسی از مجاهدین، از ملت مجاهد افغانستان گرفته نمیتونه. دوره دولت اسلامی شرایط بر شما معلوم است، دوره مقاومت. اما در دوره مقاومت استاد شهید صلح، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی به حیث رئیس جمهور، که یکی از زمین کلانه مملکت فراموش شده بود که یک دوره استاد شهید رئیس جمهور بوده و ملا عمر پاچا نبوده. در این روزا شاید در یکی دو روز شما چیزی در این باره شنیده باشه.
او دوره بود که با افتخار به حیث نماینده مقاومتگرا، به حیث نماینده جبهه مقاومت هر سال می رفتیم به سازمان ملل و از کرسی افغانستان که نمایندگی از عزت مردم افغانستان میکرد. این چوکی یا بیرق است که از عزت، از هویت یک ملت نمایندگی میکنه و او جنایتکارای تیره‌بخت مستحق از این نبودن که نمایندگی از افغانستان کنند، در حالی که بسیار یک چند کشوری هم کوشش کرد که چوکی افغانستان به اونا تعلق بگیره. هر سال به نمایندگی از دولت اسلامی افغانستان و به نمایندگی از مقاومت و جبهه مقاومت که مقاومت در برابر جهل، در برابر ترور و برخلاف توطئه‌های دشمنا، او یک جنگ قومی نبود، در او از همه گوشه‌های ملت در او مقاومت سهیم بودن. ما می رفتیم و به افتخار نمایندگی می کردیم از این مقاومتی که نان خشک در جبههش پیدا نمی شد، برای عسکرش نمی رسید، کفن شهید خود به مشکل پیدا می کرد، پارچه کفنه. از این ما دفاع می کردیم و این دوره از تاریخ افغانستان کسی با پاچا خواندن ملا عمر نمیتونه که چشم پوشی کنه. اگر او پاچا بود، گفتیم که سیاست نمیکنیم، آمد دمی نزدیکی های دمی دور بر آدم همیشه، چون جایی است که کلش به سیاست مشغول است، هر چی که آدم بکنه، اگر در یک جای دیگه می بود شاید که نمی رفتیم به میدان سیاست. اگر او پاچا بود، باز خودش از کجا آمدی؟ باز خودش چی بودی بعد از او؟ پاچای بیچاره رو دواندی و در بدر ملک بیگانه. 2 سال بعد باز مردم خبر شدن که یک دفعه که مرده بود باز مرده. و او مصداق همون چیزی بود که دیدی که روز مرگش لبها به خنده وا شد، آن کس که ملتی را با گریه آشنا کرد. او ملت با گریه آشنا کرده بود و میراث شومش هنوز هم دوام داره. و او پاچا نبود و پاچا هم بوده نمیتونه. و مقایسه هم بسیار مقایسه درست نبود، بسیار بیجا یک حرف بود. به هر صورت او را میگذاریم، مردم قضاوت خود میکنن، قضاوت خود کردن. اما یکی از جنبه های زندگی عامر صاحب شعر دوستیش بود. علاقهش به شعر بود، علاقهش به ادب بود. در زمانهای مختلف، در وقتهای مختلف، شاید یک زمان در اوج یک بحران، در اوج یک حادثه، بعد از اینکه به او جریان می پرداخت، یک 5 دقیقه اگه وقت پیدا میکرد، بعد یک کتاب را باز میکرد. او کتاب یا چیزی بود که از او می آموخت، یا شعری بود که لحظاتی در او فکر میکرد. و پارچه های زیاد است که یک جای با هم خواندیم و شنیده و علاقه داشت. و امو شعر حافظه که درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد، دم صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بس گردش کند گردون، بس لیل و نهار آرد. این هم از اشعار بود که مورد علاقهش بود بسیار زیاد. و بعضی اشعار هم به حافظه سپرده بود و کسایی را که دعوای شعر دوستی و شعرشناسی و یه وادی را میکردن، اونا را یکان وقت به آزمایش میگرفت. یک شعر بیدل بود که تا امروز هم اصل گپ دل بیدل ما پیدا نکردیم. خب امو را باز پرسان میکرد و باز کسی توضیحات میداد، باز میگفت نه برادر نشد. اما یک اصطلاح داشت، جان برادر نشد، خیر از باشه، باز از یک کس دیگه پرسان میکرد. یک بیت از بیدل است که به چمن ز خون بسمل همه جا بهار ناز است، دم تیغ آن تبسم رگ گل بریده باشد. و شعر حافظه که همی شب و روز ما شاهدش بودیم، یک شبی است که امروز میخواهیم که خاطره یک انسان بزرگه، یک شخص خوبه تجلیل کنیم، یک انسانی که به ارزش‌های انسانی باور داشت، یک مسلمان بسیار خوب بود و باورمند به ارزش‌های انسانی اخلاقی بود و به فرهنگ علاقه داشت. یک بیت از حافظ است که فریب جهان قصه روشن است، ببین تا چه زاید شب آبستن است. و واقعا شب و روز افغانستان خصوصا آبستن چیزهایی است که هیچ کدام ما تصورش نداریم. 2 شب قبل 10 جنازه به خانه های مردم رفت. مردم در حالی که در فکر عید و 1-2 روز خوشی خود بودن، جنازه ها رفت. یک تعدادش هم از یاران همیشگی عامر صاحب بودن و همیش رهروان امیراه بودن. اونایی که در امو سنگر امروز قرار دارن، یعنی سنگر امروز سنگر مقاومت است. اما مقاومتی که امروز
با رهبری عامر صاحب شهید در روز زمان صورت می گرفت، امروز عام شده. سر تا سر دنیا در این مقاومت شریک شده و این فرزندا هم فرزندای دلیری کشورم جان خود در امی را از دست دادن. لحظه پیشتر که آمدم از ارزگان تماس شده بود، بعد یکی از سران قومی کشور با ما تماس گرفتن که دیشب فقط در یک پوسته یک کماندان، خواهرزادهش، 2 بچه کاکاش و یک نفر دیگه یک جای به شهادت رسیدن. این قصه هایی است که شب و روز آبستن از این قصه هاست و متاسفانه هنوز مشکل افغانستان، مشکلی که بالای افغانستان تحمیل شده، بالای مردم افغانستان تحمیل شده، به او جایی که آرزوی شهدای ما بود، آرزوی مردم ما هست، آرزوی زن و مرد و طفل و موسفید و جوانی کشور است، به اوجا نرسیده. از خداوند توفیق میخواهیم که انشاءالله خداوند این توفیق نصیب همه ما کنه که وطن خود بسازیم، در وطن با امن مردم ما با عزت زندگی کنن. مهاجرین ما ضرورت به این نباشه که کسی چو بره بگیره و اونا را از وطن خود برانه، بلکه ما زمینه را برشان مساعد کنیم که با عزت برگردن به کشور و به سرزمین خود. چون عامر صاحب به شعر علاقه داشت، شعر میشنید، شعر میخواند. خواستیم که این شب در خدمت ادبای کشور، شاعران کشور که قلم فرسایی کردند طی سالها، تعدادشان زنده نیستند، امروز در قید حیات نیستند، اما اشعارشان جاودانه در سینه و در خاطر مردم باقی مانده. امروز تقدیر کنیم از این شعرای ما و هم لحظات خود به یک دنیایی که به یک زمانی که گذشته، هم گذشته و هم ادامه داره، به او خود ارتباط بدیم. و یک بیت دیگه حافظ هم که عامر صاحب میخواند، میگفت که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزد، شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمیارزد. باز بیت دیگه داره که مصرع اولش به یادم نیست، مصرع دومش هم است که شادی جهانگیری غم لشکر نمیارزد. میگفت غم لشکر ما و شما میفهمیم که چی معنا داره. وقتی که یک شهید و میگن که یک خبر میرسید، یک آدم بسیار قوی بود عامر صاحب از لحاظ قوت اراده و قوت مورال و روان و معنویت، اما وقتی که برش می آمدن که یک پیام مخابره‌چی می آورد، نفر مسئول مخابره می آورد، بعد یک تکان می خورد، می گفت خدا خیر کنه، خدا خیر کنه که چی گپ است. و او خبر یک خبری می بود، گاهی هم نزدیکترین دوستا و همسنگرایش خبر شهادتش میشنید و یک دعای میکرد و یک انا لله و انا الیه راجعون میگفت که ما هم یک بار دیگه انا لله و انا الیه راجعون میگیم. و اما بیت آخرم که به ذهنم امیال آمد میگم خدمتتان و بعد در خدمت رهبین صاحب و دیگر دوستا قرار خواهد داشتیم. 2 بیت از حافظ است که از زبان سوسن آزاده هم آمد به گوش، کندرین دیره کهن کار سبکباران خوش است. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است، تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است. و این صدق میکنه، دو زمان هم صدق میکرد، امروز هم صدق میکنه و چیزی گفته که همیشه همونطور خواد بود. روح عامر صاحب و شهدای کشور شاد، جایشان در بهشت برین و از قدم رنجه کردن شما از صمیم قلب تشکر. انشاءالله لحظات با شما هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.